من لازم از برادران سپاه، نیروهای مسلح، ارتش، ستاد مشترک، همه عزیزانی که این حرکت غرورآفرین رو دیروز بر اساس همون قوانین بین المللی که وجود داره اجرا کردن و غرور ملی رو به رخ جهانیان کشیدن تشکر کنم، قدردانی کنم. ما غرور کشورمون رو، عزت و سربلندی مملکتمون رو به این سادگی از دست نخواهیم داد. به هر قیمتی تمام شده است تمامیت کشورمون دفاع میکنیم. کشورهای اروپایی، آمریکا باید این جانی رو سر جاش بنشونم که دست از این کاراش برداره، چون اگه بخواد ادامه بده به این سادگی نی. دفعه دیگه اگه بخواد کاری بکنه که امنیت ما رو به هم بزنه، ما هم امنیت اونا رو قادریم به هم بزنیم و قطعا اگر اونا بخوان کاری خلاف اون مسائل رو انجام بدن، پاسخهای بسیار محکمتر از اینی رو خواهند گرفت که دیشب نشون داده شد. همین اسرائیلی که اینا و این کشورهایی که دم از حقوق بشر میزنن، زنا رو، بچه ها رو، ساختمان های مسکونی رو، بیمارستان ها رو، مردم بیگناه رو با پیجرهای قتل عامی صورت داد که غیر قابل تصور بود. اون گنبد آهنینی که اونا درست کردن گنبد آهنی نیست، از شیشه هم شکننده تره. دنیا باید در مقابل یه چنین رژیم آپارتاید نسل کش اونو بتونه سر جاش بنشونه.